акай Синон сарбозон омада истоданд. истед нафаронед ки садои тирро мешунаванд. ҳардуро ба даруни ғор баред. зудтар. Рогар Сарде ҷон ба дарун даро. چی؟ سربازان آمدن سینان؟ بله شاید برای دختر آمده باشند. رئیس چرا زنگ نزد؟ گوش میکنم. حرکای آمدند. چرا بر وقت خبر ندادی رئیس؟ باید زود گریزیم سینان. نمی گریزیم بدی مبارزه میبریم. ما تنها 4 نفریم چخیل میجنگیم. وقتی که به ما هجوم کردند که چه از پسشون به آنها حمله میکنن. فهمو یعنی سربازان رو با دام میافتونیم. با دقت باشید بچه ها. اتاعت سردارم. محمد، درسون، مراد جایتان را اشغال کنید. چیکار کردی سودان؟ آنها غار را میکابند. بیا. تو سینان رو تبابت میکردی طاهر. باز چرا او ما رو اذیت داده ایستاده است؟ با سینان شرطنامه بسته بودیم. باید بین هر دویمون همچون سیر میموند. معلوم میشد که کسی از اهل ده از این سیر با خبر شده است و از این کار سینان را آگاه کرده است. مگر تو درباره این سیر به یگان کس گفته بودی؟ شما زودتر از پسی کار شوید. زودتر از اینجا میرویم. زود. ما را با کجا میبرید؟ چیکار کردی رسید؟ و مادرت گوی کی دمش را گیرد؟ بگوی دختر وگرنه من ندانم چلو را خاموش کنم. از اینجا ها میردیم. از روی خریط غار باید در همین نزدیکی ها باشد. در اطراف کسی نمی نماید. راه ما را دوام میدهیم. اطاعت سردارم. درسون اینجا هم رفیق سردار. محمد گوش کنید. امر نمای سردار. گوش کن محمد. با درسون هر دو پیشرفت باشید. اطاعت رفیق سردار. سردارم به جای درسون من میروم. او را از هم جدا نکنید. یکیش به سوی مرگ رود، دیگرش هم از پسش میرود. مایلش محمد همراه روید لیکن با دقت باشید. اطاعت رفیق سردار. رفتیم محمد. رفتیم برادر. خودت چی گپ کردی؟ داد و وای نکند گفتد دهانش را بستم سینان. شما تقسیم میشویم. دختر را شما میبرید. خوب شد از اکی سینان. شما رفته در کمینگاه پنهان شوید. فراموش نکنید که اول من پراندن را آغاز میکنم. روید. اگر به گفتم گوش نکرد پرانید. فهمیدم بیدی. راگرده. زودتر. هشت راگرده. راگر. اونو رها کنید. راگر. ندارم. کدی خیز. خیز از جایم. مادر جان. راگر. خیز میگویم. خیز از جایم. راگر. کدی راگر. هر دوی آنها رو اینجا بیارید. راگر بگوید نمد را گیر زنی ابله. راگر. بشتر را. راگر. بیا به این نگر گفتم. اینجا بیا کار کردت را ببین. لباس و همه چیزهای عظیم را به من بیارید. به مکش میفرستم. خوب شده است که چه باید تو تشکیلات 2 نفر را از دست داد.
التماس مرا رها کنید. رفتن را فراموش کن گفتم. از این پس تو با ما میمونی. از من فایده ای نیست. در اینجا ماندن نمیخواهم چون که با شما باوری ندارم. باور میکنی. هر آن کسی که در این جایها زندگی میکند به ما باوری دارد. با کدام کارتون باور دارد؟ با ظلم کردنتون یا اینکه بعد از هجوم شما گرسنه بی‌فرزند ماندنش باور دارد؟ دمت را گیر وگرنه. لبای سربازان شما را ایحاطه نمودند؟ یک نقشه دارم کیچا. سربازان را به دام میافتانیم. تو نیز هر چیز زودتر از پسی کار شو. از پسی سربازان ایحاطه نما تا در بینمان مانم. یعنی آنها را به دام میافتیم؟ بله. خیلی خوب. چند نفرند؟ فهمم. خواطر نشو سینان. حاضر میآیم. این کارو نکنید. گناه است. همه‌شون پدر و مادر دارن. همه اونها مسلمان نیستن مگر آنها هم برادرانمان حساب میشوند. چه خیل برادر؟ تو از خون خودم نباشد. او برادرم حساب نمیشود. زود رفتن آقا را پیدا کنید. مرا حمایه کن محمد. رفیقانمون را انتظار میشیم. شاید یگان نقشه دارم. من از تیر دشمن نمیترسم محمد. بین تو خطا کردی علی. انا همین نیست؟ از تو اینجا خطا است. بین زینب ایستید. خدایا اگر آخرین آرزویم رو پرسند چی میخواستید؟ تنها صحت و سلامت به ده برگشتن رو میخواستم زینب. رفت زینب. با آنها باور نکنید. همین که به شفا یافت اونها شما رو تفسیق مرا نکن. رفت زینب. زودتر رفت. زودتر رفت. خیر. معلمه لبای عمر وظیفه خانگی رو تیار کردم. تفتیش میکنه؟ بدتر تفتیش میکنم. حاضر شما با بیرون برآمده بازی کنید. بله. چرا خودش تنها به که برآمد؟ باید چی کار کرده باشم؟ خدایا به طاهر مدد رسان. آن غار را یافتی محمد؟ بله. غار را پیدا کردند. چه حال هنوزم نزده است؟ وقتی که رسد زنگ بزند. آها. خیز میرویم بدی. خیز رفتیم.
اینجا کسی نیست سردارم. بله نیست. این غار خالی است سردارم. باز این دم نباشد. از دیگر طرف غار برآمد گاو پیدا کردیم. نفرانی در دیگر طرف بوده. با دقت باشید. شما سمت شمال آیید. سردارم ببینید چی یافتن. ایزی پایشان هم معلوم است. به دست خائنان افتادند. ظالمان فرزندانم را زنده میگذاشته باشند. کی به آنها یاری میرساند؟ چرا نشسته ای زینا؟ رفته آنها را نجات ده. خدیجه دخترم به تو چی شد؟ مادر جان من استتون اومد. دختر جانم چی شد با تو دخترم؟ خدیجه چی واقع شد کمزن؟ من دیگه از اغراز کردن نمیتونم گریختم مادر جان. دخترم مرا با اون ماست. نمیدیم دختر جانم. تیار شو بیدی. خیلی بجا شین نزون. изҳо бар алло маълум аст сардорам. ба фикрам ба ҳамин тараф гурехтанд. این خیلی از ماندنشان شبهناک است. باز نقشه نکشیده باشند. با دقت باشید. نزدیک شده ایستادند. دستگیر میشویم سیدون. چه دیر کرد؟ زیر نشو میرسد. در کجای کچه؟ اما از یاد نبرارید که پروندن رو اول من آغاز میکنم. توی
دیلا؟ زینب با تو چی شد دیلا؟ هیچ، کمی خسته شدم. اینجا بشین زینب. یگان خبر نیست دیلا؟ متاسفانه نه. با مکتب رفته درسم رو گذرانیده نتوانستم. فکرم دائم باست و سرش یگان بلا می آید یا خبری ناخوشی می شنوم. گفته در هراسم. تو او رو از فکر و خیال دور کرده نمیتوانی. با اون معامله خوب هم کرده نمیتوانی زینب. چی کار کنم دیلا؟ من باز چقدر زندگی میکنم نمیدونم. لیکن من باید یک کاری کرده او رو از خودم دور میکردم. حاضر تنها یک آرزو دارم، آن هم صحت سلامت برگشتنش است. اگر نجات یابد با او گپ میزنی؟ نمیدونم دیلا، از من چیزی نپرس. اول طاهر نجات یابد. من مردم رو یک به یک نیز میکنم. اشتم نکن. استا کمی دیگر نزدیک شوند. اگر آوازت رو برای طول هم میکشم. سرم را نبران. پراندن لازم سینان. استا باز کمی دیگر نزدیک شوند. سراسیمه نشو. شیما باز چی را انتظار من؟ پراندن را سینان آغاز میکنم. انا آمدن. پنهان شوید. حالا ایست دختر. محمد! محمد! صبر کو برادر. خیز ما روی ها نمودم. چرا رفیقان به یاری ما نمی آید؟
بدم افتاده محمد. این آخرین تیرزانم. آخرین تیرزان. برادر مرا اینجا بذار خودت را نجات ده. این کارو نامرد نکنن محمد. اگر شهید شدن نصیب ما باشه شهید میشویم. شهید میشویم لیکن از تیر برادری خود شهید شدن مرا آزرده کرد محمد. وضعیت بد است. باید کمک طلب کنیم. چه کمک؟ تو میفهمی چه ها میگویی سرباز؟ آنها ما را به دام افتادند. مقصدم این نبود سردارم. میدانم. از چشمانتیزی مردانگی را میخونم. شما فکری مرا کرده ایستاده اید، من باشم فکری شما را. هممان به آسودگی وطن عزیزمان کوشش میکنید سرباز. من هم شما را زیر خطر گذاشتن نمیخواهم. هر یک ما وظیفه ما را اجرا میکنیم. فهمو؟ قطعه 48 بشنو قطعه 48 با یک گروه خودی سلاداران مبارزه برده ایستادیم. مکانی زد و خورد تحت نظارتمان قرار دارد. خودتون رو پرسیدن نمایید. عین حال خطر ما را تعدیل نکرده است. غالبیت را به دست آوردیم. وادی نر موضع سرحدی است، یعنی راه گریز سلاحداران است. فهمیدم قطعه 48 فهمیدم. دکتر تو را زنده نمیمونم دکتر. خوب بسته دکتر. تشکر خوبم. داماد بی ناموس در خانه 3 زن دارد و باز زنی 4م گرفتن میخواهد. میدم اگر این گونه آدم بودنی عزیز را میدانستم تو را به او نمیدادم. خدیجه‌ام دختری بیچاره‌ام، چرا پیشتر خبر ندادی؟ چرا اینقدر و خاموش ایستادی دخترم؟ چی میگفتم مادر؟ اگر میگفتم چی میشد؟ در وقتش مرا فریب داد. با من نگفته بود که زن دارم، نگفته بود. میفهمید؟ شکر با کمکش پول خونبه ها رو پرداختیم. اگر او نمی بود چی کار میکردیم؟ البته چطور میپرداختیم. این خونبه ها ما را بینوا کرد. قریب همه چیز را از دست دادم. شما را صاحبی کرده نتوانستم دخترم. من از کجا دانم دخترم مناسبتتان بد نشود گفته و خانه‌ات نمی رفتم. غم دوریت را کشیدم. به خود گفتم که خدیجه هم در دوری باشد، هم خوشبخت باشد، برایم برسد. به همش طاقت کردم. گفت که مادرت به این خانه نهایت راضی شدم. تو به خانه مادرت نمیروی. گفت به این هم راضی شدم. لیکن وقتی که باز دم میگیرم گفت به اینش طاقت کرده نتوانستم. آن ظالم مرا چنان لطو کوب کرد که به خونه ها خوشته شدم. دخترم، فرزندم، کاش دستانش میشکست که تو را زده نمیتوانست. دخترم، مادرت چه روزی خوش را دیده است که تو بینی. گریه نکنید مادر جان، تقدیرمون همین بوده.
برفی در کجاست؟ رو چنان فزمان شدم که برفی از دستی بیشوگی ها گریختم با دستی سلاح با دستان افتیده از دخترم. مادر جان کای این چی بلایی بود که به سرمون آمد؟ شاید این گپ دروغ باشد، شاید درگاه در یکونجا پنهان شده باشد. نه دخترم افسوس، او در دستی سلاح با دستان است. میدونی پیسرم هم در دستی آنهاست. پیسرتون؟ کدوم پیسرتون؟ و شما چی شد مادر جان؟ براتم برگشت دخترم. او رو تنها نگذار، من حاضر می آیم. مایلش آهسته تر اینجا خوبونه. تو هم زخم برداشتی؟ من خوبم آقای دکتر، شما رفیقونم رو از نظر گذارونید. مادرم رو پیدا کردید یا نه؟ افسوس که او را نیافتم. با کجا رفتند؟ باید در کوه باشند و جستجویش میبرویم. شما را میفهمم، لیکن در تاریکی کوه ها خطرناکند. حیات بچه ها را زیر خطر نمیگذارند. به این هم دو رفیقمان شهید شدند. همدردیم رو قبول کنید. جایشان جنت شود. تو خود کن، خودت رو پس گیر. حاضر میرسی. خودت رو پس گیر ماما، تو صحت میشوی. میدونی برادر چه خوب دیدم که با تو اشتباه شدیم. خواهرم رو به تو دادن میخواهم، لیکن نمیدونم او به تو معقول میشود یا نه. بگو من به او معقول میشوده باشم. معقول میشوی؟ تو بر این جوان مرد به کی معقول نمیشود؟ مایلش برادر، مایلش، خودت رو عذاب نده. اول صحت شو که مرا بده هاتون بری. دیگر نمیتوانم، قوت ندارم، میمیرم. حقت رو حلال کن برادر. به مادرم گوی که بس کن محمد، کم نزن، خودت رو عذاب نده. صحت میشوی، نمیمیری. البته نمیمیرم برادر، مگر شهیدان نمیرند؟ البته نمیمیرم احمد، شهیدان نمیمیرم احمد. کنی خیز برادر، تو خط کن. خدا شفا دهد درستان. تشکر سردارم. صحت میشوی درستان. پروا نکنید، حالم خوب است سردارم. نه تمام، خدا شفا دهد. تشکر. خوب استی؟ خودت رو بدست گیر برادر. توقعت کن. درایم یا اینکه اگر جمع کنن چی؟ لیکن طاقت کردن نمیتوانم، به خدا فتنم لازم. مایلش بیشترم. برکلا. صبح خیر. بخیر است قزبان؟ یگان خبر آورده باشی بگوی.
گفتنی بودم که گفتنی باشی زودتر گپ زن کس با وای سربازان دختر رو نجات دادند او رو به دیه آوردند خیر من اکنون روم با اجازت شما باز بیا پیش با او جوانی با قوت است، زود صحت می شود. شما چه حال دارید؟ خوبم. خسته می نمایید. کمی استراحت کنید. نباید بیمار رو تنها گذاریم. تو رفته با رفیقانش خبر ده تا اومده او رو ببینند. چیکار شد دیلا؟ سرباز مجرا چه حال دارد؟ خدا را شکر خوب است بابا. می توانید به نزدش دروید قماندان. تشکر همشیره. تو هم بیا محمد. اطاعت سردارم. بابا این زن در همه جا حاضر است. شرم نمیداری رئیس؟ این طور نگوی. بابا شنیدم که دکتر را نجات دادند. برفین رو چی؟ او در کجاست؟ او را هم نجات دادند؟ متاسفانه نه دخترم. مادر دکتر هم در دست سلاح دارد است. خوب هستی محمد؟ سردارم اینجا کجاست؟ اینجا دهه آبی کلان محمد. ما دکتر را نجات دادیم. دکتر باشد تو را. که به قسممان برمیگردیم. سروس من نشو محمد. یک چند مدت مهمون این ده میشوی. زخم نشد زلال. سربازان ما در کوهن. هم برفین و هم مادر دکتر را نجات بدهند انشالله. انشالله بابا ابراهیم. انشالله. رئیس لبای آقای قماندان. دهه محمد در همین منطقه بودند. بله قماندان. دهه ورگینه است. محمد اهلی اولش را دیدن میخواهد. از شما خواهش دارم که آنها را اینجا بیارید. شما به پروا از پس کارتون شوید. این طرفش را خودمون حل میکنیم. راست. شما خواطر نشوید. خواهش میکنم مادرم رو نجات دهید. خواطر نشوید. هرچی از دستمون آید میکنیم. محمد امر نمای سردارم. رفیقت را تنها نگذار. برای محافظت نمودنش تو را در دهه میگذارم. اطاعت سردارم. در پناه خدا باشد. با اجازت. خدا نگهبانتون. آقای سفید. سببگوری همه این شما هستید خانم زلال. اکنون خوشحال شدید؟ خیزبان راست گفته بوده است. آن بیناموس باز به ده برگشته است. لبای شهباز رو ممکن است. پدرم نیستن. اگر گفتنی داشته باشه به من گوید. تو قیزبان هستی؟ بله منم. گوی که پسرمون رو از دست داده. پسرتون رو؟ پدرم پسر دارن؟ شما کی هستید؟ پدرت به تو نگفته است دخترم همسرش همشیره بانو. در خود دارم. در خورسولیم از پدرم نام همشیره بانو رو شنیده بودم. لیکن شما با پدرم کی؟ چطور؟ خانه دار شدید؟ پس از
گریختند مردند. شما ما رو میفهمید؟ گپ زنید خانم گپ زنید. چرا گپ نمیزنید؟ حرارتت خوب است محمد. زخمت درد میکند؟ کمتر درد میکند آقای دکتر. و زودی شفا مییابی، خواطر نشو. برادرم رو نجات دادید. خدا از شما راضی باشد آقای دکتر. خدا از همه شما نیز راضی باشد. برای ما شده جونتون رو به خطر میگذارید. به خاطر ما حتی به مرگ تن میدهید. نزدیکان محمد آمدن آقای طاهر. رفتیم. آقای دکتر، این کس پدر محمد آقای زکا می باشم. السلام علیکم آقای دکتر. و علیکم بر سلام. انشالله صحت می شود. انا این کس خیش محمد می شوند. خیلی شادم آقای دکتر. من هم انشالله خوب می شود. آنها محمد را دیدن می خواهند. اجازت میدید آقای دکتر؟ مایلش. اما اول پدرش درآید. ها البته بعد شما هم درآید. مایلش اماکی زکو مایلش. فهمیدم لیکن به نزدش در آمده چی میگویم؟ با بهانه بیماری به نزدش در آمده او رو بین. اگر چیش گوید داری گوید چی؟ گوی سرم درد میکند. مایلش فهمم. خدیجه تو به من وعده دادی. خدای توبه گفتم با کسی چیزی نمیگویم. خدیجه عزیز تو در اینجا چیکار میکنی؟ از من پنهانی با اینجا چرا آمدی؟ تو چیکار کرده ایستاده ای؟ دیوانه شدی مگر؟ من شوهرش هستم. ندم میگویم نرس با دخترم برده دخترم را. تو دیوانه شده ای مگر؟ بس کن میگویم بس برده دخترم را. نرس با دخترم. ظالم حالت نکنه خواهی صبر کن چکار کرده ای عزیز صبر کن میگویم. او همسری من از شما کاردار نشود بابا. ایستا عزیز ایستا. ای بس شرم نمیداری به بابا گپ میگردانی. او همسری من است. بابا خودش که است. کسی با من دخالت کرده نمیتواند. بابا بی حرمتی نکن ابله. برای خدا بس کنید. تو چرا از خانه میگریزی؟ این زندگی است. میشود جنگ هم میشود کمبودی هم میشود. طاقت کن دخترم. بیا دخترم زلو تو به خانه رو. شما باشد محمد رو تنها نگذارید. بیا پسرم بیا با تو کمی صحبت کنیم. کنی رفتیم. پدر چی شده است؟ دخترم از تو میپرسم چی شده است؟ گپ زن. تو چیزی رو از من پنهان میکنی؟ گپ زن به تو میگویم. همدردیم رو قبول کنید. تو چی گفتی؟ زن زدن. شما زن داشته اید. پسرتان مرده است. تو چی ها میگویی؟ این گپ ها دروغ است. او زنده است. کلی یک تراپیست. الو یک تراپیست. پسرم گریه نکن دخترکم. دیدی چقدر ظالم است مادر. من چطور با دستش برگردم؟ بس کن دخترم. بس کن فرزندم. گریه نکن.
کنی گفزن دخترم، برادرت را دیده توانستی؟ از دستی اون ظالم دیده نتوانستم مادر جان. نگاه چشمم به یک دکتر افتاد، همون دادرم بود. بله همون است. پسرم دکتر شده است. برات بودنش رو ندونست که چطور به این دیه اومده است مادر؟ تقدیر او را به این دیه آورد دخترم. همه این با خواست خداوند است. چرا با اونم میگوید که مادرت هستم؟ این آواز از زود پهن میگردد. اگر بیشاگه ها از این با خبر شوند براتم را میکشد. خودت میدونی که کودک مرده است گفته بودیم. خدا نشان ندهد اگر با خبر شوند پسرم را زنده نمیمونند. خدا از قماندان مصطفی راضی باشد. انسانی خوب بوده، برات رو خواننده صاحب علم کرده به بای رسانده. البته خدا از او راضی باشد، چون فرزندی خودش او را نگاه بین نموده است. کیست آنجا؟ چه هستی؟ بیگانه نیستم، این منم خاله زیلو. اگر به دخترم دست رسانی به تو رحم نمی کنم. برای جنجال آمدم، عذر خواهی آمدم. من بی عقلی کردم، خدیجه مرا ببخش. تو را دوست می دارم. زنم را گرفته به خانه بردن می خواهم. خواهش می کنم نه نگوید خاله زیلو. شما هر دو زن و شوهری کنی آشتی شوید. گوش کن عزیز، اگر باری دیگر به دخترم دست برداری مرا دشمن حساب کن، هم در این دنیا و هم در آخرت. کنی دخترم رو دخترم. بیا مادر جان. بیهوده زحمت نکشید، تلفن قطع شد، کار نمی کند. پدر، اون زن کیست؟ از کی باز پسر دارید؟ وقتی خورد بودی مادرت وفات کرد. اون وقتها گانو در دیه همشیره بود. با مصلحت پنهانی نکاح کردیم. بعد صاحب یک پسر شدیم. لیکن کودک از روز تولدش بیمار بود. از این رو گانول به شهر رفت. به خاطر کودک مجبور شد که در شهر است. همه شده. با اون زن کی خونه دور شدید پدر؟ بعد از وفات مادرت. مادرم وفات کرده است؟ مادرم وفات نکرده است، گریخته است پدر، گریخته است. تو چی میگوی قزبان؟ تو چی گفتنت را میدانی؟ چی این رو به تو گفت؟ همون زنی که شما رو همسرتان نحسابید. قزبان مادرت وفات کرده است، گفته مرا فریب دادید پدر. این طور نیست قزبان، تو چی ها میگویی؟ مرا فریب دادید، فریب دادید. قزبان 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 بدرون درا روید، دف شوید از اینجا. باز تو از من میگویدی به ناماس میکشمت. را دار میآویزم، باز از خانه میگریزی. چی گپ است؟ چی میخوای؟ سلام برادرم عزیز. خوش آمدی. تشکیلات اندازی جمع کرده را میخواهد. بله، لیکن همش را جمع کرده نتوانستم. عزیز، اندازی این ماه را دیر سپرده ایستادگی. یگان چارهش را یابی خوب میشود.
میدانم لیکن مردم پول ندارن. تشکیل پول لازم. با تو 2 روز مهلت نباشد به سرت بلا میآوری. من اکنون چی کار میکنم؟ سینان و آدمانش را پیدا کرده نتوانستیم. گویا به زیر زمین فرو رفته باشند. آن خائنان در کوه پناهگاه‌های زیادی دارند. باید مادرم رو نجات دهیم. شما را میفهمم که در فکر مادرتون هستید، لیکن خواهش میکنم کمی دقت کنید. این حال از دستمون کاری نمی آید بابا. راست میگویی آقای قماندان. شبی خوش. به تو هم پسرم. محمد. امر نمایی سردارم. آقای دکتر گفتن که محمد را روزهای نزدیک جواب میدهم. پگاه همراه یک چند نفر محمد را به خانه‌اش میبره. با تو 10 روز اجازه. او را تنها نگذار. اطاعت سردارم. محمد را به خانه بریدم. خدا را شکر که پسرتان نجات با کمک شما قماندان. زکا، خدا فرزندت رو به تو برگردون. انشالله پگاه جوابش بدهم. خدا از دختر راضی باشد. فرزندم را نجات داد. خدا از او راضی باشد که بسیار هم دختری خوب است. در این منطقه کسی را مانند او ندیدم. بله. امشب مهمانی من میشوی زکا. سحر با خواست خدا پسرت را ببری. انشالله بابا. لیلا، خیلی خسته شدند. رفته استراحت کنید گفتم گوش نکردند. طاهر سلام. رفته کمی خواب کن. من خوبم بابا ابراهیم. کمی خیز تو رو به خانه میبرم و هم در راه کمی صحبت میکنیم. کمی خیز. بایلش. زینب وقتی خواب شده است. علی را خوابان. مایلش پدر. خواب خوشک. تو هم. علی، چی شد امک جون؟ باز چی میشد؟ آن دختر بی ناموس به دهه برگشته است. او حالا در دهه است. دختر اپت را فریب داد. اویله همان را داغدار کرد. این طور نگوید امک این جون. را من نمیگویم، تمامی دهه میگوید. ما بی آبرو شدیم. سببگاری این دختر است. پدرت چی کار کرد؟ علی، کنی به من گوی. هیچ چیز. پاک نمودن ناموسی اویله من بر دوش توست. من به تو باور دارم. سلاحی به تو دادم کجاست؟ در حجرم. رفت جانم، آن را بیار. مرحمت امک جون. بیا همراه من. با کجا می روی علی؟ ما باقی مالها را از نظر میگذرانیم. یعنی سبب مادرت را بردنشون آوازه شدن شرطنامه با سینان بستت است؟ بله بابا ابراهیم. درباره شرطنامه تنها با من گفتم. من به شما باوری دارم بابا ابراهیم، اما باز کسی دیگر هم از شرطنامه با خبر شده به سینان خبر داده است. وقتی اهل دیه به تو باور نکردم، من برای همش رو فهماندم برای اثبات بیگناهی تو. شاید او خبر داده است. هم دخترال و هم خودش تهمت را بسیار دوست می‌دارند، لیکن برای به دیه ضرر رساندن دیده و دانسته این کار را نمی‌کنند.
تو در اینجا چیکار میکنی؟ اینها رو برای تو آوردم رئیس. خیر است؟ این چیست؟ با جنت عظیم تعلق دارد. فهمو؟ لیکن چرا اینها رو با من آوردی؟ من اینها رو چیکار میکنم؟ جنت کشته شد رئیس. چی؟ کاین؟ درست شد. حیف شدی عظیم، حیف شدی. با عیب این دختر شده 2 نفرمون رو از دست دادیم سینان. کوششمون بیهوده است. مادر دختر را چیکار میکنیم؟ بگذار استاد. در آینده لازم می شود او را به جای دیگر میفرستم. برفین رو چی؟ شاید او را به قتل میرسانیم. دختر با ما میماند که چه نقشه خوبی در سر دارم. صبر کن. این همینجاست. محکم دار. فهمیدم مامک. کنی زودتر درو. نترس. رفتیم. این چی کاری کردگیتون که قریب کودک را قاتل میکردید؟ رفتیم. شکر که دلهایش را خالی کرده بودم. گوش کنید اکا، علی پسری من است. زینب باشد دخترم. ناموس هم ناموس من است. شما با این کاردار نشوید. کاردار نشوید. اگر کاردار شوید مال و ملک را تقسیم میکنیم. جدا میشویم. هر کس برای خودش. تو چه ها میگویی حامد؟ من به این راضی نیستم. من گپم رو گفتم اکد. دیگر این کار رو نکنید. میلش نمیکنم. به این هم فکر ناموس را کردن گناه شده. رفتیم. بیشوگی ها در اینجا چی میکنند؟ درش هم شده. با او چی کار کردم؟ پسرم خواب است. آنها برای زینب شده و پسرم زیان میرسانند. نه، من به این اجازت نمیدهم. نمیگذارم. فرزندم،
حبیب چای گرم فرمایم نشد. تشکر زیکو، نمیخوام. شبین باز دو چای گرم بیار. نه تشکر، لازم نیست. با اجازتتان. کمی می نشستید؟ نه اکنون رویم. بگذار بیمار استراحت کنم. شفای سلامت باشید. از شما سپاسگزاریم. تشکر. خدا شما خوش آمدید و همه تشکر. خوش آمدید. خوش آمدید. حالت خوب است؟ شاید بده چای دیگه. ماما لاو کرمانچه زنه؟ نه اته گده ترکی کرمانچه نزانی. اته لاو کرنده خوشه؟ اره ماشاءالله سبحان الله. محمد مادرت چی میگویند؟ هیچ. میگویند که رفیقت انسانی خوب بوده است. مادرم تو رو دوست داشتند. تشکر. من هم شما رو خیلی دوست داشتم. این رو با مادرت بگوی محمد. گروه گده چه ده بشه؟ دبه اته ده چه ده؟ از پر از دکم ده مالا ده. اته ها ده هستن گده کشی ده زواب ره ها؟ از چه زنم ممو؟ باید بزن عیبه. همه را جا به جا کردی؟ سحری بر وقت بخیر است عزیز. امک زیکو با من کمک کنید. کنی گبزن چی میخواهی؟ امک با من پول لازم. خدایا توبه. از برای خدا بگو پول رو چیکار میکنی؟ امک زیکو باور کنید خیلی ضروره، بسیار ضرور. من با شما البته برمیگردانم. کنی با من نگر. آدمانی تشکیلات تو را میجستند یا اینکه پول را به آنها میدی؟ امک به خدا به آنها نمیدیم. من برای وای خاندار میشوم، ولی خاندار میشوم. خیلی دختری زیبای و با تمکین است. اگر شما او رو بینی. تو چیکار میکنی؟ شار زن و تو کی لازم؟ از همسرانت شرم نمیداری؟ به جای زن گرفتن فکری همسرانت را کن. به آنها سرابان باش، مهربان باش. روی حیفی تو شرم نمیداری. حیفی تو همه را شرمنده کردی. امک همه شونی جناب میآید خودت را با اون شوندی. خوش آمده جناب. بخیر است اکا. در اینجا چی بکه؟ کنی گفزم؟ چیزی نیست جناب. عزیز یک گوسفند را گم کرد جنگ کردم. فکر او دویم بزن هاست. با من گوش کن الله. این دیهی جنابی سبا است. آن کس باشد طرفداری تشکیلات. با من نگر. اگر پولی تشکیلات را خوردن آشکار گردد سلاح داران به سرمان بلا می آورند. احتیاط شو. باز به سرت بلا ناری. خدایا کنی گوی شیر بچم. احوالت چطور است؟ خوبم پدر. پهلوانی پدر. البته خوبی. کمی صبر کن. حاضر این ملهم را با بدنت میمالیم. از این هم بهتر میشه. از راستی صحت بشوم؟ البته میشوی. پهلوانی پدر.
جناب، در دهه آبی کلان یک دکتر هست. محمد را تبابت کرد. بسیار دکتری خوب است. رفته او را بیارم. لازم نیست. با سیر و اسرارمان را فاش نکند. او این خیل آدم نیست جناب. میگویند که دکتر یا یاردم چی دست راست سینان است یا اینکه از خیشانی نزدیکش می باشد. او سینان را هم تبابت کرد. یعنی آدمی باوری ناک است. یعنی او سینان را تبابت کرده است. ها. از آدمانی اوست؟ ها. خیلی خوب. گفته هایم را فراموش نکن کچا. فهمو تو بازید سینان. از پای کارت شو. برفین این چه احوال است؟ بیا رفتیم. بهوده کوشش نکنید. از من فایده نیست. من آدمی تشکیلات نمیشوم. شده هم نمیتوانی. بیا رفتیم. بیا. اکنون رو. به نزد یلمز رو. راست میگویید؟ بله. برفین. چی کار میکنید؟ این را گیر. شاید در راه لازم شود. کوه خطرناک است. گیر. شما نهاری هم نکردید. حداقل چای گرم بنوشید. نوشیدن نمیخواهم دیلو. فکر نشوید. با خواست خدا مادرتان رو نجات میدهند. انشالله دیلو، انشالله. لیکن چیکار کردنم رو نمیدونم. از یک طرف مادرم، از یک طرف دیگر زینب. با اون یاری دادن نمیتوانم. عاجزم. چه خیل سرطان و در کدام سطح قرار داشتن بیماری زینب رو نمیدونم. اگر میدونستم با او کمک میکردم. برای صحت شدنش کاری از دستم اومده رو میکردم. با من تنها گفت بیمارم. نصیحت نمیشوم. حداقل با من نتیجه های تشخیص در کردیلو. اگر اونها را زینب گرفته بیاری با او کمک کرده میتوانم. او با من نمیدهد. السلام علیکم آقای دکتر. علیکم برسلام. خوش آمدید. حالی محمد بد شده مکزیکو؟ نه، او خوب است. لیکن رئیس دهه همان جناب سبا پسری دارند. تمام اعضای بدنش داغ‌های سرخ برآورده است. احوالش روز به روز بد شده ایستاده است. با من میرفتید. اگر او را تبابت کنید ثواب می شود. مایلش میرویم. خدا از شما راضی باشد آقای دکتر. من در بیرون شما را انتظار می شوم. میرویم حضور. دیلو کاری کردن نتیجه تشخیص رو از زینب بگیر. من برای دکتر نبودن اویلمان یگون کاری بد نکردم. دیگر به سخنانی امکم باور نکن. فهمیدی؟ علی کنی با من نگاه کن. شد از تو خفه نیستم. همهش گذشت. زیق نشد دادرکم. رفته تیار شد با مکتب می رویم. صبح بخیر. خوش آمدی دیلو. مرحمت درو. پیش از به مکتب رفتن تو رو دیدم خواستم. کاری خوب کردی. چند روز باز هم دیگر رو ندیده بودیم. من سلامتیت رو پرسیدنی بودم. خوبم دیلو. وای نتیجه تشخیصات رو دیدن میخواستم. مایلش؟ لیکن چرا دیدن میخواهی؟ شاید برایت کمک کرده توانم. کسی به من کمک کرده نمیتواند. زیرا دکترون علاقه. میدونی زینب اگر آنها رو به من دهی کتاب‌های طبی رو مطالعه نموده به تو یاری رساندن میخواهم.
لازم نیست دیلو. طاهر میفهمد. باور کن با آقای طاهر نشان نمیدهم. ببخش دیلو، نمیدهم. برادران خواهش میکنم با من یاری دهید. من به انقره رفتن میخواهم. التماس میکنم. البته یاری میدیم اگر تو هم با ما یاری دهی. خدایا شما چه هم میگویید؟ شما را نفهمیدی ها؟ یس با کجا؟ بیا نزدیک نشو میگویم. مرا پرونم میخوای ها؟ میپرونم. ایستا میگم به تو جا نگریزی. بیا اونجا بیا. تمام شد برگردید. با خدا نقشه رو خوب بازیدی. البته خوب میبازم. خودتان را با او نشان ندهید و قرارگاهی ده ویران روید. این لباسهایتان را هم عوض کنید. فهمیدید. مستر با کجا گریخت؟ انا به آن طرف. اما مرحمت آقای دکتر. آقای دکتر رو آوردم جناب. السلام علیکم جناب صبور. و علیکم بر سلام دکتر. مرحمت. گذر. مرحمت گذر. مرحمت بشین. خوش آمدی دکتر. خوش آمدی. خوش باشید. اما من زبان کردی رو نمیدونم. هیچ گم نه. آوازات رو بارها شنیدم دکتر. در همه جا تو رو تعریف میکنم. دکتری خوبی میگویند. میگویند که مادرها به گپ میدروری؟ خدایا شما چه ها میگویید؟ کاری از دستم اومده رو میکنم. این وظیفه من است. ها شنیدم که سینان را هم از مرگ نجات داده ای. میگویند که اگر تو نمی بودی سینان هلاک میشده است. تو را هوسمند میکنم دکتر. نفهمیدم. برای چی باید مرا هوسمند کنید؟ برای خدمت هایی کرده‌ات. تشکیلات است تو قرضدار است. زکا رفته بیا. حاضر میارم. بیمار رو دیدن میخواهم. شتاب نکن. او را میبینی. مرحمت آقای دکتر. این چیست؟ این چی معنی دارد؟ رد نکن. این حق توست. سینان نه تنها با تو خش می شود بلکه یکی از نزدیکان ماست. شما چی ها میگوید نمیفهمم. سینان با من نه دوست نمیشود نه خشم. تو از اولاد سینان نیستی مگر؟ پس کیستی؟ از کدام اولادی؟ من از یگان اولاد نیستم. من انسانم. یعنی تو از ملت ما نیستی؟ گربه و شالود دب شو از خانم بیناموس. باز مرا فریب داده به خانم در آمدی. تو چی حق داره که به خانه من ندرایی؟ گوش کن. فرزندم اون طرف ایستد و گربه‌ام دست نمیرسانی. فهمیدی؟ رفتیم آقای دکتر. رفتیم. آقای دکتر شما چی کار کردید؟ اکنون جنابی سبا پسرش رو نشان نمیدید. یک رو است. کودک حیف می شود. با او می گفتید که من کردم. کردی و ترک شدم با خواهش ما نمی شود. همون انسانیم. انسان. شما برای کودک بیمار رو دیدن یاری می دهید. من باید کودک را ببینم. دیگر علاج نداریم. شما باید حتما کودک را بینید. گیر. خسته نباشید. برای شما بیا. اگر با نزد زینب آمده باشی و در مکتب است. میدونم خاله جان. سحر وقتی به نزد زینب آمدنم روی مالم رو فراموش کردم. برای گرفتنش شما اومدم. رفته بیارم. نه از کارتان نمانید.
خودم رفته میگیرم. مایلش را. مایلش. اما که زیکو چی شد؟ بین آقای دکتر را آوردم. بسیار دکتر خوب است. تو را طبابت میکند. پدرم چی؟ خاموش باش. پدرت نمیخواد که دکتر تو را طبابت کند. تو صحت شدن میخواهی یا نمیخواهی؟ میخوام اما که دکتر زودتر مرا صحت کنه. با جوره هایم بازی کردن میخوام. زیغ نشو پهلوان، صحت میشوی. این بیماری گذرنده است، شاید به دیگر کودکان نیز گذرد. گرچنده به آنها تاثیر نکرده باشد هم ام کردن در کار. آقای دکتر ابله، تو در اینجا چکار میکنی؟ فکر پسرتون رو کنید، آخر رو بیمار است. کودک از من است. تو کاردار نشو. از اینجا برای دف شو. دیگر به اینجا قدم نگذار. دف شو، دف شو. اگر یک باری دیگر با این دیه آمادنات رو بینم تو رو میپرونم. اگر یک باری دیگر این گونه آدمان رو به خانه آری تو رو دست میکنم زکا. و یک برود نان زار میشوی ابله. فهمیدم جناب. روید. زکا. لبه جناب. میگویند دخترت را به یک سربازی تور داده ای؟ باز ما را خبر نکرده از پیش خود کار میکنی زکا؟ جناب همین خیل شد. هم خدمتی پسرم محمد است. داماد کیست؟ از کدام ملت است؟ جوانی خیلی خوب، جانی خودش را در خطر گذاشته. محمد را نجات داد. گبرو دراز نکن زکا. من فکرم مرا فهمیدی. این جوان کرد است یا اینکه؟ او ترک است جناب. نمیشود زکا، نمیشود. در حال این کار را خاتمه میدهی، وگر نه من خاتمه بدیم. برفین را برید کم استراحت کند، پگاه به سفر ببراید. اما من تو به هیچ کجا نمیروی و شهر رفتن نمیتوانی. سربازان تو را دستگیر میکنند. چه مناسبت کردنشان را دیدی؟ در همین جا میمانی. سینان راست میگوید. یگانه راه نجاتت همینجاست. بر ضد کیها مبارزه بردنمان را دیدی. رو. خیلی با عقل بوده ای سینان. با آدمان لباسی حربی پوشاندنت فکری خوب بود. چه خیلی بد است مگر؟ یگان کار کردن نمیتوانید. متاسفانه دیلو، بیماریش از حد گذشته است. دیلو زینب اومد. خوش آمدی زینب. چی حال داری؟ دیلو با تو تنها صحبت کرده میتوانم؟ البته. دیلو تمامی اعضای بدنم درد میکند. با من یگون دارو میدی؟ منش. آقای طاهر به شما چه شد؟
سرم چرخ میزند. حاضر فشارتان رو میسنجم. حجت به سنجش نیست. معلوم که پس شده است. کمی استراحت کنم میگذارد. اگر ممکن باشد آقای طاهر را تنها گذاریم زینب. نباید با او چنین رفتار نمایی. او تو را دوست می‌دارد، تو باشی او را پسند نمی‌کنی. گرچه محبتش را قبول کرده نخواهی هم با او گپ زن. خود را از او دور نکن. تو حق هستی دلا. خوش آمده دمک زیکا. بخیر است پدر. با پدرت چی شده است؟ خوراک رو کی آورده باشد؟ به فکرم دیلو آورده است. اشتهای تام پسرم. و کجای نظر نکنم بیشوگی ها را میبینم. زینب در اینجا چی کار میکرده باشد؟ زینب؟ یگون واقعا شد. من شما رو ناراحت نکردم. نه، من ناراحت نشدم. من برای عذرپرسی آمدم. باور کنید به شما ناحقی کردم. مرا ببخشید. اگر توانید مرا ببخشید. شما لایق از همه چیزهای بهترین هستید طاهر. واه تقدیری بدم. آخر آنها هم دیگر را دوست می‌دارند، لیکن از دشمنی جانی بودنشان بیخبرند. خدایا این چی روز است؟ درست کارهای فرمودن رو اجرا کن. زودتر بیایید. چی شد؟ چه واقعه؟ بایرم بیهوش شده است. بیهوش شده است. بایرم؟ پسرم بایرم. یا تخمش بلند است. زودتر رفته لطه را دارا خلوبتر کرده بیار. زودتر. مبلغ این مهر رو جمع نموده. تشکیلات از این زیاد میخواهد. عزیز پول نداره. او راست میگوید. من از کجا اینقدر پول میابم؟ عزیز اینجا بیا. لبای مکجان زود رفته دکتر را بیار. گوی که من تو را فرستاده. جناب اجازت میدین؟ بسیار گپ نزن. زود رفته دکتر را بیار. تو هر دویتان به نزد من بیارید. برفین را به نزد آدمان خودمان برید، با آنها سپارید. آن طرفش را خودشان حل میکنند. اطاعت دارم. به مکانت خوش آمدی. از این پس جنگاوری حقیقی میشوی.
اکنون روید. تنی راه گرد. با دقت باشید. اگر مرا بیند باز خدیجه را میپرسد. خانه است و زلال؟ باز چی میخواهید؟ نگرید باز میپرسد که چی میخواهید. گمان نکن که مسئله برات از بین رفته است. تا جایش را به ما نگویی تو را آرام نمیگذاریم. چند بار گویم برات مرده است. دروغ نگوی برات مرده است گفته. او را پنهان میکنی. کوششتان بیفایده. خودتان را عذاب ندهید. رفته مکه. خودت میدونی که کودک مرده است گفته بودی. خدا نشان ندهد اگر با خبر شوند پسرم را زنده نمیمونم. خدا از قماندان مصطفی راضی باشد. انسانی خوب بوده است. برات را خونانده صاحب علم کرده به بای رسانده است. صبر کنید با شما گپ دارم. تو کیستی؟ بخیر است چی میخواهید؟ شما برات رو میجوید؟ بله. با گمانم برات برایتون خیلی ضرور است. بله. اولش این که زلال دروغ میگوید. برات زنده است. تو از کجا میدانی؟ دویمش من میدانم خانم زلال برات را چیکار کرد. چیکار کرده است؟ کنی گپ زن زودتر. چرا ایستاده ای؟ امک چرا زود گویم؟ شما برات را میجوید من باشم پول. تو غمی پول رو نخور. زودتر گپ زن. زلال برات را به یک قماندان داده است. قماندان باشد کودک را به بای رسانده است. با خدا زلال خودش گفت دکتر. ای پول چه می شود؟ این صبح خیلی بهتر می نموید. بگاه زینب به نزدم آمده بود. از من عذر خواست. دکتر ببرون برا گفتم. دکتر ببرون برا. بخیر است چی بخیر؟ پیراهه تقدیر فیلم سال 2011 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی و تاجیکی گردانده شد.